کمک درد دل همراه همگی میکنم یا راز دل. تا حال را ما برای کس یا هر انترویوی که داشتیم ما اصلا درباره زندگی شخصی خود گپ نمیزنم. منتها امروز چون وکیل جان از من سوال میکنند و خب بهتر هم است که ما براتان بگویم، چون بسیار چیزا همگی شنیدن و دیدن بعضی چیزایی در اینترنت و بهتر است که ما خودم براتان به زبان خود بگویم. منتها کم براتان میگم، زیاد نه. ما وکیل جان در بیننده های عزیز 14 ساله بودم که همراه یک نفر یا یک مرد که سنش بین 57 و 58 بود عروسی کردیم در پاکستان. بله، وقتی که طالبان آمد ما پاکستان آمدیم و بعد از اون امین نفرم از قوم خود ما است، بچه مامای مادر کلانم است. امروز وقتی که آمده بود و برای خانم گرفتن آمده بود پاکستان، میخواست که زن بگیره، در حالی که اینجا یک زن دیگه هم داشت، میخواست زن بگیره و اوجا وقتی که مرا دیده بود باز گفته بود هر چطور میشم من ایره میگیرم دیگه. شما 14 ساله بودین سیتا جان، اینا آمدن و شما خوشش کردین یا اصلا شما که سوال نکردن؟ ما وکیل جان وقتی که خب بر ما بیخی یک شاک وره بود وقتی که ما ایره فهمیدم که اونا درخواست عروسی را کردن به خاطر ما که مرا بگیرن، چون ما بر از اونا کاکا میگفتم، چون مادرم از دختر از اونا از دختر کلانشان که 1 سال خردتر است و وقتی که روز نکاح ما بود اصلا من نمیفهمیدم